سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مهردادم. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال من. تو این ویدیو قرار هستش که داستان پروفایل های دیفالت گیت هاب رو با هم دیگه بررسی کنیم، بگردیم و الگوریتمش رو پیدا کنیم و پروژهش رو پیاده کنیم. البته یه نکته بهتون بگم، این یه ویدیو آموزشی نیست. این داستان منه که چطور تونستم این پروژه رو انجام بدم و دارم برای شما تعریفش میکنم. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب بریم تو کارش. پیاده‌سازی پروژه اصلا سخت نیست. در واقع من چند بار تا حالا این کارو انجام دادم تا بتونم الگوریتم درست رو پیدا کنم. ولی خب همونطوری که حدید الگوریتم‌های زیادی وجود داره که همشون ادعا می‌کنن آیدنتای کنن. امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم. ولی خب متاسفانه اونی نیستن که گیت هاب استفاده کرده و این خیلی من اذیت می‌کرد. یه توضیح اگه بخوام براتون بگم که دقیقاً گیت هاب داره چیکار می‌کنه. خب گیت هاب از نام کاربری شما استفاده نمی‌کنه. در واقع شما یه شناسه دارید تو اکانتتون که داره از اون استفاده می‌کنه. که خب مثلا برای این کاربری که مال من نیست، این شناسه‌شه و این آیدنت آیکونیه که براش تخصیص داده شده. در واقع با هش کردن این شناسه و یه سری الگوریتم‌ها پیاده شدن روی اون هش، این آیدنت آیکون به وجود اومده. این آقای دان پارک تو سال 2007 معتقد بود که وب خیلی مبتنی بر متن شده و تشخیص کاربرا توی فروم‌ها و یا هر جای دیگه سخته و در واقع معتقد بود که مغز انسان سختشه اسم کاربرا رو بخونه. مغز انسان دوست داره پروفایل داشته باشن و پروفایل ها از هم متمایز باشن. بر همین آیدنت آیکون تو سال 2007 به وجود آورد. گیت هاب از سال 2008 داره از این آیدنت آیکون استفاده میکنه و تا همین امروز هم خب میبینید که قبلتر تو سال 2002 با بلاک های 9 در 9 یه الگوریتم دیگه وجود داشت به اسم 9 بلاک که آقای دان پارک از اون ایده گرفت و بعد آیدنت آیکون 5 در 5 رو به وجود آورد. اگه به خودشون دقت کنید میبینید که قرینن، همشون قرینن و خصوصیت دیگه که بین همشون هست به جز یونیک بودنشون اینه که خوش رنگن. رنگشون رو خیلی دوست دارم که خب طراح الگوریتم با زیرکی زیبایی تونسته این خوش رنگ بودن رو بهشون بده که جلوتر بیشتر توضیح میدم. همونطور که گفتم خب قدم اول اینه که این آیدی که با هم صحبتشو کردیم و تبدیل به هش کنیم. هش MD5 که 32 تا کاراکتر هگز نامبر به ما میده. با توجه به قرینه بودن این مربع 5 در 5 ما در واقع 3 تا ستون سمت چپ رو باید بتونیم تعیین کنیم که ستون 0 و 1 و 2 چی باشن و قسمت دیگه قرینش میشه. از طرف دیگه هر پروفایل، هر آیدنت آیکون رنگ منحصر به فرد خودشو داره که متد تعیین رنگش متد هیو سچوریشن لایتنس. شما فرض کنید یه چیزی مثل RGB که جلوتر می‌بینیم چرا و دقیقاً براتون توضیح میدم که این هیو سچوریشن لایتنس داره چی کار میکنه. خب با چیزایی که تا الان فهمیدیم میدونیم که ما قراره 3 تا ستون که توی هر ستون 5 تا مربع هست رو تعیین کنیم روشن باشن یا خاموش و با قرینه کردنش یه همچین شکلی به وجود بیاریم. از طرف دیگه باید یه رنگ هم برای این شکل محاسبه کنیم که محاسبه رنگ به 3 تا پارامتر نیاز داره: هیو، سچوریشن و لایتنس. حالا بریم ببینیم الگوریتم‌های مختلفی که روی اینترنت هست دقیقاً چی میگه. معروف ترینشون و از همه محکم‌تر ادعا داره که این دقیقاً همون الگوریتمی که تو گیت هاب استفاده شده، میگه ستای اول رو برای هیو بردار، ستای دوم برای سچوریشن و ستای سوم برای لایتنس. بعد 4 تا کاراکتر بردار، از اونجایی که این کاراکترها هگز نامبرن اونو تبدیل به حالت باینری کن که 16 تا عدد باینری به دست میاری. 0 و 1. درسته. یکا روشنن، 0 خاموشن، 16 هم بیخیال شد و بچینشون توی این 3 تا ستون اول. خب در این صورت میشه گفتش که آیدنت آیکون رو به وجود آوردی. آیدنت آیکون قشنگی هم میشه ولی اونی که توی گیت هاب استفاده شده نیست و من اینو پیاده کردم. بعد از کلی جستجو الگوریتم بعدی رو پیدا کردم. اون میگفت ستای اولو برای هیو بردار، ستای آخر رو برای سچوریشن، ستای قبلش رو برای لایتنس، از اون طرف کاراکترهای 4 تا 7 یعنی 4 تای بعد از ستای اولو بردار، مثل الگوریتم قبلی تبدیل به باینری کن و برای 3 تا ستون اول استفاده کن تا آیدنت آیکون به وجود بیاد. ولی خب متاسفانه اینم الگوریتم گیت هاب نبود چون خروجی گیت هاب نشد. خب کلی گشتم و کلی الگوریتم تقلبی دیگه پیدا کردم تا اینکه رسیدم به این پیج گیت هاب. اول از همه باید بگم که متاسفانه از زبان راست استفاده کرده برای نوشتن کدش و خب اشکالی نداره. با توجه به اینکه همه دارن میگن این الگوریتمش اصلیه و دقیقاً همین تو گیت هاب استفاده شده، من و دوست خوبم چت جی پی تی نشستیم و کدش رو خوندیم. باید بگم فهمیدن الگوریتمی که پیاده کرده خیلی زمان برد ولی خب دستشون درد نکنه، این الگوریتم اصلیه و دقیقاً همونی که توی گیت هاب استفاده شده. دمت گرم که الگوریتم درست بود، بوس ستاره‌ای بهت. خب اینم میگفت هش MD5 درست کن. بعد 7 تا کاراکتر آخر رو جدا می‌کنیم. 3 تای اول برای هیو، 2 تای بعدی برای سچوریشن و 2 تای آخر برای لایتنس. این از بقیه عجیب تره. از اون طرف 15 تای اول رو ور می‌داریم، 5 تای اول برای ستون 2، 5 تای بعدی برای ستون 1
و 5 تای بعدی برای ستون 0. اینجاش هم جالبه و عجیب. تو این الگوریتم مثل الگوریتم قبلی نیومدیم و عدد باینری تبدیل کنیم این هگز نامبرامونو. به جاش اومدیم از زوج و فرد بودنشون استفاده کردیم. زوجا خونه روشن و فردا خونه خاموشن. خب الگوریتمی که تا الان توضیح دادیم که آسون بوده و فکر می‌کنم پیاده سازیش هم آسون باشه، همونجوری که اول ویدیو بهتون گفتم. ولی خب الگوریتم هنوز ادامه داره. حالا بحث سر اینه که دقیقاً ما این عددهای هگزی که گرفتیم و چجوری می‌خوایم تبدیل کنیم به اعداد و دقیقاً هیو سچوریشن لایتنس چجوری کار میکنه و ما چجوری می‌خوایم از اینا اونجا استفاده کنیم. اول بریم سراغ این وبسایتی که براتون پیدا کردم تا هیو سچوریشن لایتنس رو بیشتر بشناسیم. همونطوری که گفتم این یه متد رنگ سازه مثل RGB، ولی فرقش با RGB چیه؟ فرق اصلیش با RGB اینه که خود شالوده کلی این که رنگ ما چه رنگیه فقط به هیو ربط داره. سچوریشن و لایتنس دارن شفافیت، پررنگ بودن یا کدر بودن رنگ رو تعیین میکنن. این باعث میشه که طراح الگوریتم اینجا بتونه یه تم رنگی اعمال کنه. مثلا اگه شما دوست دارید فقط از رنگ‌های تیره استفاده کنید، میاد یه بازه اعمال میکنید روی سچوریشن و لایتنستون. اون وقت هر رنگی رو توی هیو بردارید، یه نسخه حدوداً کدر و تیره رنگ رو ازش تعیین کردید و اینجوری یه تم کلی به همه رنگایی که داره رندوم انتخاب میشه دادید. طراح الگوریتم دقیقاً این کارو کرده. اگه دقت کنید اول ویدیو گفتم که آیدنت آیکونای گیت هاب همشون خوش رنگن و این خوش رنگ بودن مدیون زیرکی آقای طراحی. نکته دیگه که جلب توجه میکنه اینه که هیو از 0 تا 360 ولی سچوریشن و لایتنس در واقع درصدن، اعداد بین 0 تا 100 حالا ما باید اون 3 تا هگز نامبری که داریم رو، یعنی اون عدد 3 رقمی هگزمون رو تبدیل کنیم به یه عدد 0 تا 360. خب یه مقیاس ساده انجام میدیم، کار سختی نیست. بزرگترین عددی که ما میتونیم اونجا داشته باشیم FFF که این باید معادل 360 باشه و کوچکترین عدد هم 0 که معادل 0. اگه مقیاس روش بزنیم بین 0 تا 360 یه رنگ رو انتخاب کردیم. مورد بعدی سچوریشنه که 2 تا رقم هگز نامبر براش داریم. بزرگترین رقمی که اینجا میتونیم داشته باشیم FF که اگه بخوایم این 0 تا FF رو مپ کنیم به 0 تا 100 میشه، ولی اینجوری دیگه تعیین اون تم رنگی که گفتم طراح الگوریتم میتونه انجام بده رو انجام ندادیم. کاری که الگوریتم انجام داده اینه که اینو مپ کرده به 0 تا 20. بعد اومده گفته که سچوریشن ما 65 منهای عددی که محاسبه کردیمه. اینجوری تو بزرگترین حالت این FF 45 و تو کوچکترین حالتش 65 رو انتخاب کردیم. پس ما برای سچوریشن یه عدد بین 45 تا 65 رو به دست میاریم. برای لایتنس دقیقاً همین محاسبات انجام میدیم ولی به جای 65 75 میذاریم. اینجوری یه عدد بین بازه 55 تا 75 برای لایتنس به دست آوردیم. خب حالا الان دقیقاً میدونیم که بدنه اصلی آیدنت آیکون چجوری به وجود اومد و رنگ چجوری به وجود اومد. خیلی ساده دقیقاً همین الگوریتم رو میتونیم تبدیل به کد کنیم. البته قبل اینکه بریم سراغ کد یه کاری هست که باید انجامش بدیم. همونطوری که گفتم یه ویدیو آموزشی نیست. این یه داستانه که من دارم تعریف میکنم. خب توی این قسمت محاسبات رنگ رو انجام دادم. عالیه. هیو، سچوریشن و لایتنس چیزایی که ما الان داریم. محاسبات بدنه کلی شکلم اینجوری به دست آوردم. خب البته نکته‌ای که هست باید حواسمون به اون ترتیب ستونا باشه. اول ستون 2، بعد ستون 1 و بعد ستون 0. از اونجایی که من می‌خواستم توی ترمینالم بتونم پرینتش کنم، خوشگل‌ترین روش پرینت کردنش توی ترمینالم به دست آوردم و یکم دیباگ کردم و خوشگل‌زاسیون بیشتر. خب حالا میتونیم چند بار با خود گو رانش کنیم و این نتیجه زیبا رو می‌بینیم. به خوبه. حالا اگه بیلدش کنم و منتقلش کنم به پوشه /bin، بعد یه ترمینال باز کنم توش بنویسم آیدنت آیکون، من یه اسباب بازی جدید دارم که البته ور رفتن باش خیلی هم حال میده. هر متنی که شما بتونید تصور کنید و من تبدیل به آیدنت آیکون کردم و بعد بهت بگم که خیلی جالبه، با یک کاراکتر این ور اون ور شدن یهو نتیجه زمین تا آسمون فرق میکنه. تو صفحه گیت هابم کدش رو براتون میذارم که لازم نشه دوباره بنویسیدش و بیلد کردنش هم که آسونه دیگه. فقط کافیه گو رو نصب کنید و بنویسید گو بیلد نقطه. به زودی نسخه ریلیز شدهش هم میذارم تو صفحه گیت هابم تا اگه دوست داشتید نسخه بیلد شدهش رو دانلود کنید. شاید الان مسخره کنید که دارم این حرفو میزنم، ولی خب بیلدش کنید و یکم باش آیدنت آیکون بسازید. خیلی حال میده، خیلی زیاد، واقعا حال میده. خب امیدوارم براتون جالب بوده باشه. اگر از این سبک محتوا خوشت میاد میتونید کانال رو سابسکرایب کنید تا محتوای بعدی رو از دست ندید. توی ویدیو بعدی میبینمت. خدا نگهدار.